السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله حفظتان کند الهی. آمین. همه این اعمال سلام صالحی علیکم. که از بزرگ هستید تقسیم علم هستید، الله قبول گرداند. آمین. بارک از الله. نسل شما با عالم های برجسته و مثل خودتان پیدا کند، برای شما آمین. خیر جلیل آمین. شود الهی. آمین. جزاک الله خیرا. استاد، ما با شما در تماس بودیم، خواهرها آواز ما را شنیده بر ما سوال های زیاد روان کردیم. ما ضروریاش هم میپرسیم انشاءالله، با دفعه دیگه میمونیم. خواهر سوال دادن که شوهرشان قرضدار هسته، خودشان از 85 گرم زیاد طلا دارند، آیا که زکات طلا باید تیان و به کی تیان؟ زکات طلا ما خیلی که در صحبت ها گفته گذاشتیم در مسئله زکات طلا حدیث ها به هم دیگر ظاهرش ضد است. حدیث های هست که پیامبر صلی الله علیه وسلم امر به زکات کردند، زنهایی را دیدن که در دستانش دستبانه و زر و زیورها داشتند در بدنشان، آنها را امر کردند که زکات این را ده گفته. و حدیث های هست که اون همچون لباس استفاده میشد و به آن زکات نیست. خلاصه علما اختلاف کردند. بنابراین اگر کسی یعنی برای برآمدن از خلاف اگر زکاتش را دهد خوب است و ضرر نمی بیند. اگر مثلا از 85 گرم طلا تقریبا 2 گرم زیادترش زکات می فرض کردیم وقتی که 2 گرمش داد 83 گرم شد، رفت و تا سال آینده این اگر زیاد نشود، یعنی به 2 گرم طلا کم شدن آدم کم نمیشه، رفت و تا سال آینده این طلاهاش همین قدر ایستاد، 83 گرم ایستاد، سال آینده زکات واجب نمیشه. و اگر رفت و زیاد شد، مثلا 100 گرم شد یا 1 کیلو شد، خوشا به حالش، الحمدلله که زیاد کرد، باز زکاتش برارد. شوهرش قرضدار بودنش دیگر مسئله هست. اصلا نفقه زن بر ذمه شوهرش است. آیا به شوهر زکات داده میشد یا نه، این هم مسئله خلافی هست. بعضی روایت ها هست که زنی عبدالله ابن مسعود گویا به عبدالله ابن مسعود زکات داده باشند. به هر حال اختلاف است. اگر رفت و دهدم باکی ندارد به شوهر خودش. فقط شبهه که دیگرها منع کردن که وقتی که به شوهرش میدهد، شوهرش بگشته به خودش صرف میکنه. خاصتا اگر غیر همین 85 گرم طلا دیگر مالی که به وی زکات واجب است نداشته باشد، میتواند به شوهرش دهد اگر شوهرش قرضدار باشد. مثلا اصلا به 8 نوع مالها زکات واجب میشه: طلا و نقره، این دو نوعش، شتر، گاو، گوسفند. بعد از آن عروض تجارت. عروض تجارت مالهایی که برای تجارت پیشنهاد شده است. هر چیزی که آدم میفروشد، خواه خانه باشد، خواه ماشین، خواه مواد محصولات ساختمانی، خواه قسم های احتیاطی ماشین ها، اتومبیل ها یا غیر اتومبیل ها، مثلا یعنی چیزایی که به فروش گذاشته شده، هفتمینش، هشتمینش، هر چیزی که از زمین میبراید، خواه دانگی ها باشد، خواه میوه های ذخیره شونده باشد، مانند خرما و زردال و اینا ذخیره میشد. اما تربوز و خربوزه و بادرینگ و پمیدار و اینا زکات ندارد، چون که اینا ذخیره نمیشد اصلا. اما دانه ها مانند گندم، جو، جواری مکه، جواری، اینا بله، اینا که ذخیره میشن و اینا زکات است. این چون هر چیزی که از زمین میبراید، یعنی نفت، نمک، کان، مثلا بگذار وای کان الیومین باشد، هر چیزی که از زمین میبراید وای زکات دارد.
این هشتمین مال است. از همین 8 نوع مالا دیگه نداشته باشد، فقط همین طلا داشته باشد، میتواند به شوهرش مادامی که قرضدار باشد برارد و میتواند نبرارد از سبب آنکه دیگه مال هم ندارد. و طایفه از علما گفتند که به طلا یکی زنها همچون زر و زیور استفاده میبرند زکات نیست، برای آنکه وی مثل لباس هست. اصلا شریعت به مالی که سبزیش دارد زکات واجب کردگی هست. مالی که می سبزد، اگر به طلاهای زن نظر کنیم از دیگر نگاه نمی سبزد، می ایستد وی، یعنی طلایش خود به خود زیاد نمیشد، اما زراعت به زمین زیاد میشد. پول نقد وقتی که در عبرات چرخ میزند وی زیاد میشود. همین گونه دیگر مبلغ ها، اینها که به مثل لباس است، فقط از لباس فرقش همین که لباس کهنه میشد و نرخش ارزان میشد، اما طلا کهنه نمیشد، نرخش هم خیلی میایستد یا اینکه بلند میشد، از طلا ضرر نمیبیند. به هر حال همین اختلاف علما هست. اگر خواهد که از جمله زکات دهنده ها شود و از خلاف براید، زکات دهد بهتر است، چون که کسی که زکات میدهد الله تعالی او رو دوست میدارد و سلامتی هاش خوب میشد، قلبش گشاد میشد و زکاتش برای او مانند محافظ و تلخ، یعنی محافظت کننده، و مانند دیوار و قلعه، حصن قلعه میشد، از بلاها نگاه میدارد، مالش رو میسبزاند، گناه صاحبش رو میبخشد و مرتبهش بلند میشد. بنابراین برارت بهتر است و مالش زیاد میشد، چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وعده کردن و الله تعالی هم وعده کرد که انفق علیک، نفقه کنه فرزند آدم، من به تو نفقه میکنم. این وعده الله تعالی هست و الله تعالی صدقه در قرآن به منزلت قرض به الله حساب کرده است. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له ضعافا کثیرا. کی به الله تعالی قرض میدهد، سپس الله تعالی اون قرض با پرسنت های زیادش گشته دهد. قرض گفت. ببینید شما وقتی که صدقه میکنید، زکات میبرید، دانید که به الله تعالی قرض داده اید، یعنی این مال گشته میبیاد، با پرسنتش که دیگه گشته میبیاد، اون پرسنت حلال است از جانب الله تعالی. الله تعالی مضاعف چندین کرات زیاد کرده میتید. بنابراین در سوره بقره گفت که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه، اونایی که در راه الله خیر میکنن مانند یه دانه است. انبتت 7 سنابل، او دانه وقتی که سبزیده برآمد، یا دانه مثلا جوار مکه گویم، از خودش 7 دانه خوشه برآورد. انبتت 7 سنابل، الله تعالی میگه 7 خوشه برآورد. فی کل سنبله 100 حبه، هر یک خوشه ها 100 دانگی دانه داد. یعنی همین نه در جوار مکه دیدن ممکن است و یک دانه مکه را به زمین میکارید و یک تقریبا قدش 2 متر تنه دارد و 7 اگر سنبول داشته باشد، یعنی خوشه، هر یک همون سنبولش اگر 100 دانگی دانه تید، ممکن از 100 دانه هم زیاد تید، 700 دانه میشد. بعد الله تعالی گفت که مثال آنهایی که در راه الله خیر میکنن مثال یک دانه است که از خودش 7 خوشه برآورد و هر یک خوشه ها 100 دانگی دارد، گفت یعنی 700. بعد در ادامهش که والله یضاعف لمن یشاء، یعنی یک دانش 700 میشد. این خیلی بیزنس نیست در دنیا. یعنی آدم $100 رو بار خرده میبود، $110 رو میفروشد، یا همه بلندترین اتسینک است. و مثال بعضی آدم $100 رو بار خرده میبود، $103 یا $102 رو میفروشد، 2 فایز به کار میکند. خاصتا آنهایی که اپتویک هستن، جمله سودا دارن. لیکن یک دانه تون 100 مراتبه بلند شود، این بسیار تجارتی بلند. بنابراین بعضی علما گفتن که از همه تجارتی پربرکات این زراعت در زمین هستند، چون که الله تعالی وقتی مثال صدقه مثال آورد، نه به تجارت نه به صناعت،
نه به چاروداری بلکه با دهقانی مثال آورد، با کشاورزی. راه‌های پول کار کردن زیاد است. مثال بعضی ها تجارت میکنند، بعضی ها زواد میسازد، صناعت یا هنر دارد، یک چیز ساخته استحصال میکند و بعضی ها مثلا تجارت از دیگر کشور آورده با بالاش مانده فروختن. بعضی ها چاروداری میکنند و بعضی ها کشاورزی میکنند، یکی از منبع های یعنی درآمد. و الله تعالی وقتی که صدقه را در راه الله چقدر سبزیشش زیاد است مثال آورد، با مثال زراعت آورد. بنابراین بعضی علما گفتن که بهترین کسب این زراعت است گفتن. بعد الله تعالی گفت که مثالش مانند یک دانه که از خودش 7 دانه خوشه برآورد، هر یک خوشه 100 دانگی دانه دارد. بعد در ادامهش گفت که الله یضاعف لمن یشاء. الله جل جلاله به کسی خواهد از این هم زیاد میکنه، یعنی از 700 هم زیاد میکنه. بعد در ادامهش گفت که والله واسع علیم. الله تعالی ذاتی واسع هست. یکی از نامهای الله تعالی واسع، ملکش وسیع است، رحمتش وسیع است، کرم و سخاوتش وسیع است. والله واسع علیم. و الله تعالی دانا هست، نهایت دانشمند است. علیم صیغه مبالغه عالم، یعنی نهایت الله تعالی علمی وسیع دارد. بنابراین وقتی که 2 گرم 3 گرم طلا صدقه میکنید از جمله چنین شخصیت ها و مرتبت هم بلند میشد. هر جایی که قرآن میخواند که الله تعالی میگوید که آنهایی که نماز را برپا داشتن و زکات را دادن شما هم هستید در همونجا. بنابراین دهید خوب است خواهر.